درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 60. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. اساسگزار و عاق‌سقال ادبیات معاصر تاجیک و ازبک، معروفترین نویسنده آسیای میانه صدرالدین عینی در باغ ادبیات کارنمایی بزرگ به وجود آورد که اهمیت آن سال از سال بیشتر به نظر می رسد و بیشتر حس کرده می شود. کامیل یاشین. از روی قدرت عمومیت دهی بدیعی، حکمتناکی فکر، مهارت بلند ادبی، یادداشت‌های عینی در ادبیات عمومی اتفاقی ما حادثه مهم به شمار می رود. لیونید لیونوف. عنایتی بخارایی، برادری قاری کرامتی دلکش است. وفات 1303. از تذکیره افضل. تویی که شب می عشرت درون خانه زده، منم که تا به سحر سر بر آستانه زده. نزاع خویش حریفا بهل که جانان را برد رقیب مبادا از این میانه زده. مخور فریب ز دستارهای آرسته، مشو فریفته با ریشهای شانه زده. فکند شور دگر باره بر سرم مطرب، ترانه ها به غزلهای عاشقانه زده. چگونه مدعی من مقاومت سازد، مرا که آتشی شیر از درون زبانه زده. مرا نگاری کمان ابروی عنایت کشت، به تیری غمزه چشمانی جادوانه زده.
عنایت این غزل را به لهجه محلی انشا کرده است. سراغ آن دهنی بیدرک نباید کرد که هست هیچ، در آن هیچ شک نباید کرد. به برگ لاله منی آن کفی حنایی را، مکن که به کفشت پتک نباید کرد. دو روزه حسنی جوانی غنیمت است ای ماه، که اعتماد به دوری فلک نباید کرد. به عهد خویش وفا ساز و از خدا می ترس، خلاف وعده ز ترسی امک نباید کرد. به بزم غیر می آتشین نباید خورد، دلی دو زخمه عاشق گزک نباید کرد. شبی وصال به عاشق ز غیر قصه مخوان، به مشخانه سخن از پوشک نباید کرد. ز مرده طبع چه خواهی سخن که شیرینی، هوس ز خربزه عقپلک نباید کرد. تو خود حدیثی عنایت ز غیر او مشنو، که صوت نی طلب از اشپلک نباید کرد. اشپلک چیزی است که به صورت یک حیوان از لای می سازند و به خمدانی کلال می پزند. او را در ایام عید اطفال گرفته و بازی می اندازند که صدای پشتک می دهد. تو خود حدیث عنایت ز غیر او مشنو، که صوت نی طلب از اشپلک نباید کرد. عنایت در جوانی با غباری انگشت وفات یافته است. شمس الدین مخدوم شاهین در مرثیه و تاریخ او این ابیات را انشا کرده است. چون مه به دوری چرخ هر آن کس کمال یافت، جز کاستن از او نتوان چون هلال یافت. آهنگ عشرت آن که چو بربط نمود ساز، از دست روزگار بس گوشمال یافت. هر کس که چون سفینه در این بحری بی کنار، پای سکون گرفت سری انتقال یافت. مانند آن کسی که چو سیمرغ پر گشود، قافی هزار فضل و هنر زیر بال یافت. تشهیر می کشید
ز حسن مقال او، صحبان اگرچه شهره به حسن مقال یافت. تشهیر بر سیوای شهرت دادن. تشهیر می کشید ز حسن مقال او، صحبان اگرچه شهره به حسن مقال یافت. گردون پیر از سر غیرت گرفت کین، زان خورده دانی که بدان خورد سال یافت. داغ بدل نهاد که چون شمع آتشم، از دل زبانه داد و بسر اشتعال یافت. در ماتم و مصیبتش از مویه شد چو موی، از ناله هر کی پیکری من همچو نال یافت. شاهین کشید ناله و افزود آه و گفت، افسوس نوری دیده بینیش زوال یافت. مخفی مباد که مصرع آخری تمام 1383 است. اگر از این مجموع ناله که 76 است کشیده، آه که 6 است افزوده شود، حاصل می شود 1303 که مطلوب است. عیسی مخدوم مفتی بخارایی، تولد 1242، وفات 1305. از تحفة الاحباب. باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته‌ام، رنگ عیش در هوای ساغر و مول بسته‌ام. در این ردیف و ردیف تیغ را که در پایان می آید غزلی سودا نیز هست. صفحه 323 324 نشر اول در نظر است. محرر: هر دو دوست و مصاحب یکدیگر بودند. معلوم نشد که او به پیروی این گفته باشد یا این به پیروی او. باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته‌ام، رنگ عیش در هوای ساغر و مول بسته‌ام. ناکسی ها بین که در هنگامه عرضی نیاز، بر عدم هم زحمتی باری تنزل بسته‌ام. عضوم زین چمن گلچین چندین ناله است، تهمتی فریاد بر منقار بلبل بسته‌ام. خاک هم گشتم
همان گردی سرت گردندم، یعنی از این دور مضمونی تسلسل بستم. محرمی سازی ادب جرأت فروشی ناله است، ای نفس خون شو که رنگی در تأمل بستم. خودفروشان در لباسی فخر می نازند و من این قدر دانم که بر پشتی خر جل بستم. در حریمی حسن ربطی چاک دل امروز نیست، از ازل این شانه را بر عقد کاکل بستم. نیست عیسی جلوه اسباب منظور دلم، یک قلم زین رنگ ها چشمی تغافل بستم. در موردی آزاری چشم خود گفتن. پروردم به یاد تو ای گلستانی چشم، بس نخلهای آه ز آبی روانی چشم. دل در هوای روی تو از شوق هر نفس عزمی نزول می کند از نردبانی چشم. بازا که در هوای تو خاکم به باد رفت، ای روح جسم و راحتی جان و روانی چشم. پر تیرم ز درد که خالیست مدتی، از سرمه غبار درت سرمدانی چشم. از سیل گریه خانه چشمم خراب شد، تشریف آر بر دلم ای میهمانی چشم. با گرد مقدم تو گر از سرمه دم زند، یا رب سیاه باد مرا خانمانی چشم. عیسی مکن شکایتی تقدیر بیش از این، پوشیده دار راز ز مردم بسانی چشم. از یک مجموعه دستنویس. تا به دوری لعلش از خط ساخت مزمر تیغ را، وقتی آن آمد که بوسم جای ساغر تیغ را. ناکسی ها انفعالی
جرأتی قاتل مباد، خشکی خونی شهیدم می کند تر تیغ را. کی توان دریافت غیر از حسرتی لعلی لبش، گر به دریای دلم سازی شناور تیغ را. بدسرشتان غافلند از مشربی قطعی امل، لذتی ذوقی بریدن نیست اکثر تیغ را. شکر کز افسون جذبی خاطری ناشادی من، تا دری دل موکشان آورد جوهر تیغ را. آبی خضر چشمه کوثر شرابی همت است، میزند سعی جنونم حلقه بر در تیغ را. از من و ما نفس رنجی سرکشی ها می کشد، بر کفی دشمن نبینم. از من و ما نفس رنجی سرکشی ها می کشد، بر کفی دشمن نبیند هیچ کافر تیغ را. خواندم از مجموعه تسلیم گاهی انتخاب، مصرعی موزون و حرفی نامکرر تیغ را. چند باید زیستن زحمت کشی تمهیدی ظلم، جای باشد در دلی هر قبضه یک سر تیغ را. کسوتی شمعم دماغم را فروغی دیگر است، بر سری خود می شمارم جای افسر تیغ را. چشم انصاف از طریقی مردمی پوشیده است، آن که می گیرد به ابرویت برابر تیغ را. کشتگانت را در این وادی بهشتی دیگر است، بر گلو دانند یکسر آب کوثر تیغ را. در خوری هر دل ادایی داشت جنبش در ازل، کرد بحری خاطری عاشق مقرر تیغ را. شوق در هر پرده حسرت پروری دیداری اوست، کاش بینم بر کفی او بار دیگر تیغ را. عافیت دارد پناهی قوت و بازوی عجز، در نیام افکند زوری صید لاغر تیغ را. از لبی پر زخمی چندین صبح می خندد چمن، رنگ زردم می کند عیسی مزعفر تیغ را. نرسی امیدم بر نگاری من،
منبره دوستان عرض امیدم بر نگاری منبره رحمتی بر خاطری امیدواری منبره رحمتی بر خاطری امیدواری منبره سینیار شرطنگم شهریاری من کجاست لطف آرید مرا بر شهریاری منبره لطف آرید مرا بر شهریاری منبره جای تکبیر و تلاوت نامیاری منبره در پریشان روزگاری گر رود عینی زدر جم بینشینی یاد از روزگاری منبره جم بینشینی یاد از روزگاری منبره جم بینشینی یاد از روزگاری منبره. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори шастумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.